عمرن اگه بدونی اولین تلفن همراه و چه کسی اختراع کرده. مارتین کوپر در سال 1952 به عنوان مهندس الکترونیک در شرکت موتورولا کار میکرد و اولین گوشی قابل حمل رو میسازه. همچنین اولین کسی بوده که با گوشی تلفن همراه اختراع خودش در 3 آوریل 1973 صحبت کرد. دکتر مارتین ایده ساخت گوشی همراه رو از یک مجموعه تلویزیونی علمی تخیلی به نام پیشتازان فضا الهام گرفت که توی اون شخصیت اصلی سریال با گوشی بیسیم حرف میزنه. دکتر کوپر تصمیم میگیره روی عملی کردن این قضیه کار کنه و اینجوری میشه که اولین گوشی تلفن همراه رو اختراع میکنه که برای اولین بار از سال 1983 با قیمت قابل توجه $3995 به صورت تجاری در سراسر جهان به فروش میرسه. این دستگاه اولین تلفن دستی جهان بود و کوپر گروه خبرنگاران رو برای تماشای اولین تماس عمومی با تلفن همراه دعوت کرده بود. توی اون زمان چنین ادعاهایی حتی برای نیویورکی ها هم عجیب بود. تلفن جدید نه تنها سیم نداشت بلکه کوچیک و سبک هم بود. این تلفن 25 سانتی متر طول و 1 کیلو و 150 گرم وزن داشت. او در اولین تماس با تلفن همراه خودش با رقیبش توی آزمایشگاه بل صحبت کرد. رقیبش همون لحظه به کوپر میگه همین الان بیا پیش من. مارتین کوپر معتقده که دنیای بیسیم دنیای آزادیه، دنیای رها شده از قید و بند تلفن‌های ثابت، داشتن قابلیت بودن در هر جایی که میخوای. تلفن همراه زندگی مردم رو بهتر میکنه و راحتی بیشتری به مردم میده. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد، پیج اولین ها رو فالو داشته باشین و با لایک و کامنتتون به من انرژی بدید.